ادامه میدیم به حل کردن مسئله های المپیاد نوحه سینا و با مسئله کاری خطی پنجمی خوانندگان صفای 9 رسیدیم. میگوید که ما سه کاندنساتوری گنجایش هر کدامش یک خیله داریم که مقاومت آنها در اینجا گنجایشی در نظر دارد. گنجایش آنها هر سهشون با یک پیکوفاراد برابر است. بیاید اینها رو یکم سه میگیریم. سه یعنی سه یک هم سه، سه دو هم سه، سه هم سه، همه‌شون یک پیکوفاراد میباشد. و گنجایش عمومی کاندنساتورها رو هنگام پیوستی پی در پی یابید. این قدم اولی مسئله. قدم دوم میگوید که گنجایش عمومی کاندنساتور هنگام پیوستی موازی یا اینکه پارالل یابید. قدم سوم از قدم اول شروع میکنیم. در پیوستی پی در پی گنجایش عمومی کاندنساتورها موافق فرمول 1 تقسیم 3 عمومی پی در پی برابر 1 تقسیم 3 1. 3 1 ما 3 است، جمع 1 تقسیم 3 2. 3 2 ما هم 3 است، جمع 1 تقسیم 3 3. 3 3 ما هم با 3 برابر است. پس از این ifade دیدن ممکن است که 3 عمومی پی در پی 1 تقسیم 3 عمومی پی در پی، یعنی ما این رو نوشتیم، این برابر است با. از این ifade دیدن ممکن است که مخرج عمومی هر سه این کسرهای ما 3 میباشد، یعنی مخرج های یک خیله دارن. پس این مخرج عمومی اشون میشود. صورت ها رو جمع میکنیم، 1 جمع 1 جمع 1 میشود 3 تقسیم 3. اما ما در اینجا 3 عمومی پی در پی رو نیافتیم، ما برعکس آن رو یافتیم، 1 تقسیم 3 عمومی پی در پی. پس بیاید خودی 3 عمومی پی در پی رو میابیم. برای همین کسرها رو چپا میکنیم. این کسر رو چپا میکنیم میشود 3 عمومی پی در پی تقسیم 1. این کسر رو باشد چپا میکنیم میشود 3 تقسیم 3. و از اینجا معلوم میشه که 3 عمومی پی در پی برابرش با 3 تقسیم 3 یعنی که 1 پیکوفاراد تقسیم 3 که تقریبا با 0.33 پیکوفاراد برابر است. این بود قدم اولی مسئله پنجم. قدم دومش میگوید که هنگام پیوستی موازی از همه آسانش این هنگام پیوستی موازی میباشد، پارالل یعنی قدم دوم پیوستی در پیوستی موازی میشود. گنجایش عمومی کاندنساتورها در پیوستی موازی یعنی عمومی موازی این برابر میشود با 3 1 جمع 3 2 جمع 3 3. اما هر سه اینها با 3 برابر هستند. پس 3 جمع 3 جمع 3 میشود 3 3. 3 3 3 ما 1 پیکوفاراد است. پس میشود 3 ضرب 1 3 پیکوفاراد. این جواب قسمت دومی مسئله ما. قسمت سوم میگه که گنجایش عمومی کاندنساتورها را هنگام پی در پی پیوست بودن دو کاندنساتور، یعنی بیاید دو کاندنساتور پی در پی یکم و دوم، بعد دو تا کاندنساتور پی در پی و مثلا کجاش بودن دو کاندنساتور و با آنها پارالل پیوست بودن کاندنساتور سوم و با آنها یعنی با این دو تا پارالل پیوست شدن کاندنساتور سوم، یعنی سوم کاندنساتور با هر دو اینها پارالل پیوست می شود. اینجا ما باید گنجایش عمومی سیستم را یابیم. از اینجا شروع میکنیم که دو تا پی در پی چطور می شود، یعنی که اینجا رو ما میابیم گنجایش عمومی. اینجا رو میگویم که یکم 3 اشتریخ. و بیاید من یک چیز رو در اینجا قید میکنم که هنگام پی در پی پیوست شدن دو تا کاندنساتور تنها دو تا چگونه فرمول را استفاده بودن ممکن است در حال. یعنی که ما میتونیم از فرمول 1 تقسیم 3 عمومی در اینجا ما 3 اشتریخ گفتیم برابر است با 1 تقسیم 3 1 جمع 1 تقسیم 3 2 فرض میکنیم. در اینجا مخرج عمومی میابیم برای 3 1 و 3 2 چنین میشود. 1 تقسیم 3 اشتریخ برابر است با، از بس که این 3 1 و 3 2 مخرج های گوناگون میباشند از اصول شپرک استفاده میبریم، یعنی که هم خیلی مثل شپرک آنها رو ضرب میزنیم. مخرج صورت یکم کسر رو با مخرج دوم جمع صورت دوم رو با مخرج یکم و مخرج عمومی میشود حاصل ضربی ان همین مخرج ها. یعنی که داریم 1 ضرب 3 2 میشود 3 2، 1 ضرب 3 1 میشود 3 1، 3 1 ضرب 3 2 میشود 3 1 3 2. و در اینجا اگر ما کسر رو چپا گردونیم 3 اشتریخ برابر میشد برعکس آن 3 1 3 2 تقسیم 3 1 جمع 3 2. یعنی که ما میتونیم تنها برای دو تا پی در پی در حال انا همین فرمول رو
دو تا گنجایش پای در پای تنها همین فرمولا رو یعنی زود تطبیق کنیم و جواب رو حاصل کنیم. چونین عیناً مثل همین میشود در هنگام پیوست دو تا مقاومت پارالل. هنگام دو مقاومت پارالل پیوست شدن، وقتی که اونها R1 و R2 هستند، مقاومت عمومیشان مثل انا همین میشود. از فرم یک تقسیم R عمومی میابیم، میشود R عمومی انا همین سیستم R1 R2 تقسیم R1 جمع R2. اما ما در یک چند نواری که ما این مسئله ها رو کار کرده استودیم، چرا این فرمولا رو استفاده میبریم، یعنی چرا ما این فرمولا که در اینجا من با خط سرخ اشاره میکنم استفاده میبریم، نه این فرمولا که با خط سرخ در پایان اشاره، نه این رو، چون که این فرمولا که ما در بالا استفاده کرده استودیم انا این فرمولا حالت عمومی تر میباشد، در دیگر پیوست ها هم کار میکنه، یعنی در هنگام یک چند تا بودن گنجایش ها که مقاومت ها کار میکنند. اما این فرمولا که در پای ما حاصل کردیم، فرض کنیم برای مقاومت ها یا اینکه برای انا همین گنجایش ها، این برای دو تا، اما این رو هم استفاده میبرن عادتا بسیارتر این رو استفاده میبرن هنگام دو تا پارالل بودن مقاومت یا اینکه دو تا پای در پای بودن کاندنساتورها. و این رو دقت دادن لازم است که در کاندنساتورها در پای در پای و در مقاومت ها در پارالل انا همین گونه فرمولا ها استفاده میشوند. اینها رو آمیخته کردن لازم نیست. در کاندنساتورها هنگام پارالل پیوست بودن برعکس جمع میشود. ببینید که در اینجا هنگام موازی جمع میشود، در مقاومت ها باشد هنگام پای در پای جمع میشوند. برای همین مقاومت ها رو از کاندنساتورها فرق کردن لازم است و آنها رو آمیخته کردن ممکن نیست. این رو در یادتان گیرید. بیاید اکنون دوامش رو میبینیم. ببینید که ما گفتیم که انا همین 3 اشتریک رو حاضر میابیم و از این فرمول استفاده میبریم. در اینجا 3 اشتریک برابر میشود و 3 1 و 3 2 هر دویش 3 میباشد، پس 3 ضرب 3 تقسیم 3 جمع 3. 3 ضرب 3 3 کوادرات، 3 جمع 3 2 3. یک 3 با این 3 اختصار میشوند، میموند 3 تقسیم 2. یعنی هنگام پارالل پای در پای پیوست شدن دو گنجایشی به هم دیگر برابر، مقاومت عمومی آنها دو برابر دو مراتبه خرد میشود از گنجایش یک از آنها. پس این میشود 0.5 پیکوفاراد. 0.5 پیکوفاراد. در پایان رسم رو باز تصویر میکنیم. باز تصویر یعنی رسم رو از سر نو تصویر میکنیم که در رسم ما چی داریم. ما داریم یک دو گنجایشی به هم دیگر موازی یا اینکه پارالل که یکی از آنها در بالا بینید که یکی از آنها 3 اشتریک است، پایانگیش 3 خالی تنها 3 اشتریک 3 تنها 3. و در هنگام پارالل یا اینکه موازی پیوست شدن ما میدونیم که گنجایش ها جمع میشوند. 3 برابر 3 اشتریک جمع 3. 3 اشتریک مو 0.5 پیکوفاراد است یا اینکه 3 تقسیم 2 است. 3 ما باشد 1 پیکوفاراد یا اینکه 3 تقسیم 2 جمع 3 یعنی نیم جمع 1 میشود 1 نیم، یا اینکه 3 تقسیم 2 3 یا اینکه 1.5 پیکوفاراد. این بود مسئله قدم سیوم مسئله ما، مسئله پنجم. قدم چهارمش میگوید که گنجایش عمومی کاندنساتور هنگام پارالل پیوست بودن دو کاندنساتور و با آنها پای در پای پیوست بودن کاندنساتور سیوم. اکنون ببینید که در حالت سیوم میگوید که در حالت چهارم دو تای آنها پارالل هستند. ببینید دو تای آنها پارالل هستند خط چونین و با آنها یک تای دیگر پای در پای پیوست شده است سیومگیش. بیایید اکنون باز همین خیل از این قطعه شروع میکنیم. در هنگام پارالل یا اینکه موازی پیوست شدن گنجایش عمومیشان را میگوییم 3 اشتریک. این جمع میشود 3 جمع 3 این میشود 2 3 یا اینکه 2 پیکوفاراد. و انا همین 2 پیکوفاراد رسم رو باز تصویر میکنیم، یعنی که ما داریم یک گنجایشی 3 اشتریک و یک گنجایش دیگر 3. ببینید که در اینجا من این رو در اینجا تصویر کردم. این رو در اینجا تصویر کردم. این گنجایشش 3 میباشد. گنجایش عمومی اینجا رو از این فرمول استفاده میبریم. فرمولی که در اینجا داریم این فرمول رو من با خط سبز هم با خط سرخ هم اشاره کردم در اینجا. ببینید 3 عمومی برابر میشد با 3 عمومی برابر 3 اشتریک ضرب 3 یعنی هنگامی دو تا پای در پای این کار میکند. اول در صورت آنها رو ضرب میکنیم، در مخرج آنها رو جمع میکنیم. 3 اشتریک ضرب 3 تقسیم 3 اشتریک جمع 3. 3 اشتریک ما 2 3 هست، 2 3 ضرب 3 تقسیم 2 3 جمع 3
ادامه میدیم. 2 3 ضرب 3 میشود 2 3 کوادرات. 2 3 کوادرات تقسیم 2 3 جمع 3 میشود 3 3. 3 ها اختصار میشوند میشود 2 3 تقسیم 3. 2 3 تقسیم 3 میشود از بس که 3 ما یک پیکوفراد است میشود 0.66 یعنی که تقریبا 0.67 پیکوفراد. این بود مسئله پنجمی المپیادهای خوانندگان صنف‌های 9 در ناحیه سینا از فن فیزیک.